امروز روز 5، اصلا حوصله ندارم به خاطر اینکه PMS هستم و دیشب براتون بگم که دیشب نرقصیدم، اصلا یهو به شدت مودم اومد پایین و نرقصیدم، ورزش نکردم. جونم براتون بگه که شامی که میخواستم پروتئین باشه اصلا شام نخوردم، به جاش یه عالمه پاپ کورن خوردم. یعنی اومدم پفک نخورم که برم پاپ کورن بخورم، ولی یه عالمه پاپ کورن خوردم، یه کاسه خیلی بزرگ که خب خوب نیست دیگه، ولی خب یه روزایی هم این شکلی میشه دیگه. امروزم اصلا حوصله ندارم. صبح خواستم پاشم برم بدوم، بیدار شدم هوا کثافت محضه، گفتم برم پیاده روی کنم، ولی برای پیاده روی هم حتی هوا خیلی آلوده است. دیگه امروز وقت پوست دارم، اصلا میخواستم اونم کنسل کنم، ولی گفتم که بابا باید، نمیدونم این حس رو تجربه کردید یا نه، وقتی PMSید حوصله هیچ کاری رو ندارید و اصلا همه چی براتون بی‌معنیه، همه چی چرایی داره واسهتون. من الان توی اون حالتم ولی گفتم که این پاکسازیه رو برم حداقل از خونه بزنم بیرون، یه رسیدگی به خوده، یه حال خوبی بهم بده. هنوز صبحونم نخوردم با اینکه زود بیدار شدم، من اصلا حتی حال ندارم برم برای خودم صبحونه درست کنم، ولی صبحونمو کم کم بلند شم صبحونمو بخورم، برم دوش بگیرم. میخواستم ورزش کنم بعد برم دوش بگیرم، ولی واقعا اصلا بدنم کشش ورزش نداره. برم پاکسازی پوست و اینا رو انجام بدم، یکم فکر کنم حالم بهتر شه، بعد برمیگردم بعد از ظهر ورزش میکنم. یعنی ورزش رو باید بکنم دیگه. دیروز زدم زیرش، ولی امروز باید انجامش بدم حتی اگه حوصله‌شو ندارم. خلاصه همین دیگه. واقعا PMS چیز مزخرف، مسخره و بدیه، اما خب جزئی از ماست و باید باش بتازیم دیگه. خیلی کیف داد دیگه. بریم برای ناهار.
خیلی حالم بهتره، خیلی خیلی خیلی. یه جوش مجلس اینجام زدم. پوستم خیلی قشنگ باز شد، شفاف شد. از صبح خیلی حالم بهتره. الان یه ذره اینجوری مودم، مثلا یهو خوبم یهو اینجوری میام پایین، میرم بالا میام پایین. برای نهار برنج و تونه ماهی دارم، یعنی میخوام بخورم با سالاد. و متاسفانه خیلی بده که کوهیار نیست، اصلا انگیزه آشپزی کردن ندارم حقیقتش. اصلا زورم میاد که پاشم یه غذایی چیزی درست کنم. همش هی با همین چیزا، با نیمرو و با غذاهای ساده و اینا سعی میکنم که بگذرونم، ولی سعیم هم میکنم که حالا غذای کامل و سالمی باشه. بچه‌ها من آب خوردنمو خیلی بهتون نشون نمیدم، خواستم بهتون بگم که خیلی مهمه. حالا اینکه من نشون نمیدم یادم میره یا حالا هر چی، توی ویلاگای کوچیکی که توی اینستاگرام درست میکنم من همیشه روزمو با آب شروع میکنم که نشون بدم که این آب خوردن مهمه. ولی در طول روزم اینو که از وقت خریدم، چون 1 لیتریه، اینو 2 بار، یه روزایی 3 بار پر میکنم و آب میخورم. روزایی که ورزش میکنم و میرقصم و اینا، یه دونه‌شو با ورزش و رقص و اینا میخورم، 1 لیترشو، 2 لیترم تو طول روز میخورم. مثلا اگه با که صبح پا میشم به غیر اون 1 لیوان آبم پرش میکنم تا ظهر، بعد که نهار خوردم و اینا دوباره پرش میکنم، یا برم برای شب پرش میکنم. خلاصه که خواستم فقط بهتون بگم که آب فراموش نشه. باورش براتون سخت باشه بچه‌ها، ولی امشبم میخوام همین ترکیب رو بخورم، چون که هم خیلی باهاش حال میکنم، هم خیلی سیر نگهم میداره، هم خوشمزه است، هم پروتئین داره، هم کربوهیدرات داره، مثلا همه چیز خوبه دیگه. خیلی دوستش دارم. مثلا شبا که میشینم مثلا سریال میبینم و اینا، خیلی بهم حال میده به جای شام. کلش هم حدود 320 کالری ایناست. پروتئین خوبی هم داره چون توش پودر وی میریزم و پروتئین خود ماست ایسلندی یا ماست یونانی استفاده کنیدم باز بالاه. خلاصه امشبم گذاشت به این. اون سالادی هم که درست کرده بودم اینجاست. میخواستم شب اینو بخورم با تخم مرغ و یه سس برای کوهیار که میذارمش برای فردا، مثلا فردا نهار یا شام، و بریزمش تو ظرف.
آخر ویدیو واسهتون صحبت کنم. الان ساعت 9:15 ساعت 9:15 شبه و من دارم از خستگی میمیرم، چشمم داره در میاد و میخوام اینو بهتون بگم که این لیستیه که من دیشب نوشتم که امروز انجام بدم. خیلی خوشخیال. تنها کاری که کردم تمرین 2 انجام دادم. صبحونه حالا نوشتم صبحونه‌تو بخور. صبحونه رو مثلا صبحونه‌مو خوردم. تمرین 2 انجام دادم. ویدیو داشتم، ویدیو پیتزا که همون ناهارم بود. اونو گرفتم، پست و استوری دونه رو ادیت کردم و گذاشتم و همین. ویدیوی پیتزا رو هم گرفتم ادیت کردم، واسه برند فرستادم که تایید بده. نمیدونم این همه من دارم کار میکنم چرا هیچ وقت تو ذهنم نیست. البته خب چون مدت ها بود که چیز نکرده بودم، برای برندی غذای خاصی درست نکرده بودم، یادم رفته بود که طول میکشه عزیزم. چون مثلا ویدیوهایی که من خودم یه غذایی درست میکنم خیلی روش حساسیت ندارم، یا مثلا محصول خاصی توش نداره که من بخوام آپشناشو نشون بدم و اینها. کلا خیلی حساس نیستم روش و اونقدری زمانمو نمیگیره تا وقتی که مثلا من واسه یک برندی میخوام یک آشپزی کنم و یه چیزی درست کنم و اینا. مثلا دیروزم که برای دونه یه چیزی رو میخواستم بگیرم تو خونه، مثلا اونم خب وقتمو گرفت، چون خب بالاخره حساس تره دیگه. تو باید محصول رو نشون بدی، حواست باشه، کادر تمیز باشه، فلان باشه. واسه خودم مثلا خب کادر و اینا حواسم هست، ولی حالا محصول خاصی رو قرار نیست که نشون بدم، میریزم میره. خلاصه اونه که خیلی وقتمو گرفت. فکر نمی‌کردم، مثلا فکر می‌کردم رو 4 ساعت جمعش میکنم، ولی خیلی وقتمو گرفت. یعنی از ساعت فکر کنم 11 از ساعت 12:30 که از 2 برگشتم درگیرش بودم تا ساعت مثلا 6:30 7 اینا، تا ادیتش کنم و بفرستم و تایید بگیرم و اینا. و ببین چقدر کار دیگه نوشتم. الان انقدر خستم که حتی حال ندارم چیز کنم، پاشم ورزش با دنبل رو انجام بدم، چون اصلا انرژی بدنم نداره، اصلا صدام گرفته. چون پریودم هستم فکر می‌کنم که یکم انرژیم کلا زودتر کم شده، خالی شدم. شام نوشتم که ماهی درست کنم. ببین بذار برنامه‌هایی که نوشتم رو بهتون بگم ببینید چقدرشو انجام ندادم. تمرین بدنسازی رو انجام ندادم. ولاگ یوتیوب می‌خواستم ادیت کنم، وقت نکردم. الانم مثلا چشمم اجازه نمیده. قرار بود تو دفترم بنویسم که انجام ندادم. شام ماهی درست کن، اصلا حال ندارم الان پاشم ماهی درست کنم، تخم مرغ. رسیپی بنویس برای ویدیو. می‌خواستم ایده پردازی کنم، یعنی در ایده هاشو در آوردم و می‌خواستم روی کاغذ بیارم رسیپی‌ها همه چی رو بنویسم، روزاشو مشخص کنم که بخوام ویدیو بگیرم. خونه رو جارو کن، اصلا ولش کن، بهش فکر نمی‌کنم الان. ایده پردازی برای دونه، چون فردا می‌خوام برم دونه تولید محتوا کنم. ویدیو یوتیوب بعد میگرفتم. جدا از اینا یه کانال دیگه زدم، حالا به زودی بهتون میگم برای اون. جونم برات بگه که آپلود ویدیوی خودم که اینم انجام دادم. یه سری استوری هم باید میگرفتم که نگرفتم. فردا قبل از اینکه برم دونه میگیرم. فردا هم بعد صبح زود بیدار شم، چون باید برم تمرین 2 بکنم، بیام اون استوریا رو بگیرم، آماده شم برم دونه. و همین. خیلی عالی شد، خیلی عالی شد. نمیدونم باید چیکار کنم، باید یه فکری بکنم. این شکلی خیلی کارام میمونه. ببین حالا این وسط من یه عالمه کار دیگه هم پیش اومد میاد انجام میدم، یعنی این شکلی نیستش که مثلا یه سری همیشه میگن که توی برنامه هاتون یک تایمی رو بذارید واسه کارهایی که یهویی اتفاق میفته و یهویی پیش میاد و اینها. اون اتفاق امروز برای من افتاد. در کل بخوام بهتون بگم، ببین خیلی امروز روز کالری سوزناک. امروز روزی بود که خیلی کالری سوزوندم، چون صبح 5 کیلومتر دویدیم با زهرا و همش سرپا بودم تقریبا از صبح. الان مثلا یه 2 ساعته که نشستم. الان بذار بهت بگم چقدر ساعتم خاموش شد. شت. فکر آخرین باری که دیدم مثلا نزدیک 700 خورده کالری سوزونده بودم. ولی دیگه فکر نمی کنم وقت کنم. میدونم که
قانون گذاشتم و باید اون تمرین بدنسازیمو انجام میدادم، شاید که نه. میرم الان یکم تمرین چیز میکنم، به جاش موبیلیتی انعطاف میکنم که هم یه ذره بدنم حال بیاد، هم اونقدی ازم انرژی نمیگیره. شامم تخم مرغ میخورم. خیلی غم انگیزه ولی تخم مرغ میخورم چون اصلا حال ندارم پاشم ماهی درست کنم و همین دیگه. امروز توی ویلاگم خیلی صحبت نکردم باهاتون. آهان اینم که خوردم، این خیلی خوشمزه بود بچه‌ها، خیلی خوشمزه بود. من این شکلاتیشو از قهوه پروکاله خیلی بیشتر دوست داشتم. حالا گرفتم چند تا توی یخچال که اگه هوس بستنی و اینا کردم بخورم. الان من از صبح فقط صبحونمو خوردم که دیدید، ناهار پیتزا رو خوردم و اینو خوردم. البته دروغ نگم یه مثلا 3 تا گردو هم داشتم سس پستو درست میکردم، اون وسط هی منتظر بودم خمیرت تو فر بیاد بیرون و اینا خوردم، ولی همینا رو خوردم. اصلا احساس گرسنگی نداشتم واقعا. الانم بیشتر ضعف بدنی دارم، گرسنم نیست و اینطوری هم که باید بخورم، وگرنه صبح قشنگ تا فکر کنم شب تو خواب گرسنم شه. امروز خیلی روز خوبی بود، خیلی روز خوبی بود و اینطوری بودم که چقدر پریود شدم روی من، حداقل رو من تاثیر میذاره. نمیدونم چند نفرتون مثل منید. من واقعا دوران پی ام اس ام، یعنی دقیقاً قبل از پریودیم، 1 هفته قبل پریودیم دوره عذابمه. افسردگی میگیرم، اصلا حوصله هیچ کاری رو ندارم، حوصله هیچ آدمی رو ندارم. هر کاری که میخوام بکنم میگم خب که چی. و خب توی ویلاگ هم دیدید دیگه، مثلا یه روزش من اصلا دیروز انقدر حالم بد بود ویدیو نگرفتم بچه‌ها. این ویدیویی که میبینید روز 7 در واقع و من روز 6 اصلا ویدیو نگرفتم چون خیلی حالم بد بود. یعنی اصلا اینطوری بودم که هیچ انگیزه‌ای نداشتم و هی میگفتم که خب که چی، مثلا ویدیو میگیری که چی بشه فلان. و میخوام بهتون بگم از اثر و معجزه پریودی، من دیروز از صبح حالم مثل یک آدم افسرده که مثلا دیگه به آخر خط رسیده بود. بعد از ظهر یهو دیدم هوا خوبه و مثلا اینطوری بودم که چقدر دلم میخواد برم پیاده روی کنم. اصلا یهو انگار یه آدم دیگه ای شدم و دیدم که بله، چی میگن به پریودی، خاله چی اومده، یه همچین چیزی، خاله پری. بعد دیدم که بله خاله پری تشریف آورده و چقدر یهو اینطوری بودم که یعنی خودم مونده بودم که مگه میشه همچین چیزی، یعنی انقدر تأثیر میذاره که به آنی من حال و احوالم عوض شد. اصلا پا شدم رفتم پیاده روی ساعت 5 بعد از ظهر. اینطوری بودم که یک چیزی درونم اینجوری میگفت باید بری پیاده روی. منی که از صبح اصلا حال نداشتم از جام بلند شم. خلاصه که از دیروز بعد از ظهر خیلی حالم خوبه و الان امروزم که خیلی خوب گذشت. دیشب که برگشتم شروع کردم اینا رو نوشتن و کلی برنامه ریزی کردم و برای کانال جدید یوتیوبم کلی موضوع در آوردم که صحبت کنم و اون کانال خیلی کانال باحالیه. حالا فکر کنم تا وقتی که این ویدیو آپلود شه، اونو من ویدیوشو آپلود کردم دیگه، خیلیاتون میدونید. من یه کانال زدم اسمش سولیتاکه، اسمشو گذاشتم سولیتاک، که دوست دارم اونجا چقدر دستم درد گرفت. دوست دارم اونجا راجع به مسائل مختلف حرف بزنم. اصلا چیزش هم عنوان، شما وارد کانال که میشید بالاش نوشتم اینجا قراره با هم بخندیم، گریه کنیم، غیبت کنیم حتی، و راجع به همه چی میخوام حرف بزنم، هم مسائل مهم و عمیق، هم مسائل سطحی و روزمره و حتی غیبت کنیم با هم دیگه و همه چی. البته که قرار نیست بهتون یه سری مسائلی که خیلیا میکروفون میگیرن دستشون میگن و بگم، یعنی تمام تلاشم بر اینه. اگرم اون وسطا گفتم که گفتم دیگه، دستم تعمیره میگم دیگه. ولی کلا اونجا اون کانال رو دوست داشتم داشته باشم تا با شماها جدا از سولمازی که توی اباوت سولی اینستاگرامه و جدا از سولمازی که اینجاه، اونجا اون سولمازی که مثل یک دوست با دوستاش میشینه حرف میزنه و همون حرفایی که من با دوستام میزنم راجع به مسائل مختلف و اینها رو اونجا بیام بگم، شما هم تو کامنت ها برام بنویسید، با هم دیگه گپ بزنیم، گفتگو کنیم، حرف بزنیم راجع به مسائل مختلف. و واسه اون کانال برنامه هایی هم دارم، حالا فعلا شروعش کنم بعد ببینم که چی میشه. ولی به نظرم
چیز باحالیه. چون من خیلی حرفا رو مثلا خب تو پیجم نمیزنم، نمیگم، راجبشون حرف میزنم، چون اینطوری هم که اصلا ربطی به پیج من نداره که من بخوام بیام. یه وقتایی حالا گریزی میزنم بهشونا، ولی اینطوری هم که مثلا ربطی نداره، موضوع پیج من چیز دیگه ایه، مثلا چرا باید راجب این مسائل حرف بزنم. بر همین اون کانال یوتیوب ساختم که راجب این مسائل حرف بزنم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. خب بچه‌ها، من دیگه فکر کنم تمومش کنم اینجا. این برنامه رو گزارش کار بهتون دادم دیگه. شام تخم مرغ میخورم، تو تخم مرغ آب پز کنم و با خیارشور و یه کوچولو پنیر لبنه اینجوری ترکیبشون کنم و با یه دونه نون توست شکل دیپ تور بخورم. فعلا